16مین چمپیونات قاره‌ای فوتبالی در اروپا با جریان گرفتن بازی‌های سرگالش نشان داد که واقعا هم فوتبال اروپایی با سطح و صفتی نو برآمده. 123 گل زده شده در 44 بازی، عین حال از بیشترین در کل تاریخ این مسابقات است. ما باشد امروز از 4 بازی اخیری مرحله چهارک نهایی حرف بزنیم. در ورزشگاه پارکنی شهر کپنهاگن دسته‌های اسپانیا و خرواتیا که پس از اشغال مقام‌های دوم در گروهشان پس از تیم‌های شوئد و انگلیا قرار گرفته بودند، در مرحله هشتک نهایی مسابقات به هم آمدند. در عاقبت مذکور شاگردان لوئیس انریکه از فرصت‌های نخست چون بارسلونا در توپ نگهداری ماهر بودند و امکانیت‌های عالی گلزنی را هم سازمان می‌دادند که یکی از چنین امکانیت‌ها را کوکه در دقیقه 15 از دست داده بود. ولی خروات‌های سخت‌کوش و پرمهارت بر مقابل اسپانیا هیچ تن نمی‌دادند. خود گل پدری در دقیقه 20 هم دلیل این گفته هاست. اسپانی‌ها پس از همین گل شرمگین همانا به پیش شتافته، پس از ضربه‌های پیاپی اخیراً پابلو سارابیا نتیجه را در دقیقه 38 برابر نمود. گل نخستی از پیلیکویتا با پیراهن منتخب از پرتافت فران تورس در دقیقه 58 و گل خود فران تورس در دقیقه 77 منتخب اسپانیا را در حساب پیشرفت نمود. اما خروات‌ها تا دقیقه‌های علاوگی دیدار با گل‌های آرشیچ در دقیقه 85 و ماریو پاشالیچ در دقیقه 92 نتیجه بازی را 3-3 نموده رفت رقابت را به 30 دقیقه دیگر کشال دادند. امکانی به پیش برآمدن خروات‌ها را در حساب اونایی سیمون در دقیقه 95 از بین برد. اما ضربه مراتا را باشد لیواکوویچ در دقیقه 100 بازی صدگذار شده نتوانست. محض پس از همین گل اخیراً اسپانی‌های واهمه انداز چون خرس تنبل روسی از خواب بیدار شدند و با گل پنجم خویش در اجرای میکل ایارسابال خرواتی‌ها را تسلیم شکست نمودند. در تنتنه جشن اسپانیا از پیروزی ارزشمند سرخیو بوسکتس در علاهیدگی چون ستاره بهترین بازی قدر کرده شد. نتیجه دیگری غیر انتظار و هنگامه ساز باشد پس از شکست نیدرلند از چخها این تسلیم شوی قهرمانان فعلی جهان بر شویتساری‌های همسایه در بوخارست گردید که حتی هیچ نفری بیرون از فوتبالی هم این را انتظار نبود. حسابی بازی را هم در این بازی سفرویچ شویتساری در دقیقه 15 گشاد. منتخب شویتساریا امکان عالی 2-0 نمودن حساب را از دست داد زمانی که رودریگز ضربه پنالتی از قاعده ویرانکنی پاور به میان آمده را وارد دروازه ایلیاریس کردن نتوانست. بدوری فرانسوی ها باشد در این بازی پس از دقیقه 56 احساس شد وقتی که بنزما گل نخست فرانسوی ها را از پرتافت امباپه به ثمر رسانید. 2 دقیقه پس بنزما دومین گلش را وارد دروازه یان زامر نموده فرانسوی ها را به پیش برآورد. ضربه چون هر وقت دلپسند پول پاگبا باشد حساب را در دقیقه 75 3-1 نمود. در خصوص بازی مذکور باشد همین را میتوان گفت که برآمد بازیگران صاحب نام و پرمهارت چون امباپه و کانته، پاگبا و بنزما هم سببگار نشد که دشام شویتساری ها را از ادامه رقابت ها در یورو محروم کند. حتی در دقیقه علاوگی هم امباپه پس از پرتافت پاگبا ضربه ناجا انجام داد و توپ وارد دروازه نشد. نوابسته به 2 گل بنزما و پیشتازی حسابی 3-1 تا دقیقه 80 دیدار شاگردان ولادیمیر پتکوویچ حساب را پس از گل‌های سفرویچ در دقیقه 85 و گاورانویچ در دقیقه 90 3-3 نموده پس از طاقت فرسایی خاصه در 30 دقیقه دیگر در سلسله ضربه‌های پنالتی پس از اشتباه کلیدی امباپه شویتساریا قدرت پیدا نمود که سرنگ‌ها از جمهوری پنجم از برای بازی حریف مرسی بگویند و تیزترک با آن داشتن جامدان به سمت پاریس رهسپار شوند. عامل اساسی باخت فرانسوی و وقت اجرایش ضربه های پنالتی البته که اشتباه کلیان امباپه گردید. بهترین بازیگر این دیدار باشد گرانیت جاکا اعتراف کرده شد. بازی مرحله چهارک نهایی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن میان منتخب‌های آلمان و انگلیا که رقیبان پرینسیپالی بین هم میباشند 90 دقیقه خاطرمانی را به میراث گذاشت که انگلیس‌ها از گل استرلینگ و کین رخشان از میدان بیرون آمدند و مخلصان آلمانی با چشمان پرعلم پس از 15 سال حکمرانی یاخیم لیاف سر بوندستیم به مربیش خیر گفتند. انگلیس‌ها باشند در میدان مرکزی خویش 2 گل را در 15 دقیقه اخیر بازی به ثمر رسانیده بهر رقابت با اوکراینی‌ها به شهر ریم سفر می‌کنند.
بازی مذکور در نیمه نخست با نیروی برابر صورت گرفته. نخست مانوئل نویر پس از ضربه استرلینگ عالی بازی کرد و سپس جردن پیکفورد هم وقتی امکانی گلزنی ورنر جسارت نشان داد. گل‌های پیروز آور انگلیسی باشند در آخرین فرصت‌های نیمه دوم اتفاق افتادند، زمانی که نیم حمایتگر منچستر یونایتد لوک شاو یک پرتافت عالی به حمله‌ور منچستر سیتی رحیم استرلینگ در دقیقه 75 ارسال نمود که آن هم با رخنه‌شوی دروازه نویر انجام یافت. پس از همین گل در دقیقه 83 دیدار توماس میولر امکان عالی برابرکنی حساب را وقتی برآمدن 1-1 با دروازه‌بان از دست داد. دومین گل انگلیسی باشد پس از عوض‌کنی موفق ساوتگیت به میان آمد، زمانی که جک گریلیش با ارسال عالی باز هم از قنات چپ گل پیروزآوری گاری کین را تامین نمود. گارت ساوتگیت با همین پیروزی خویش به اشتباه در زدن پنالتی آخرین در نیمه نهایی یورو 96 ملهم شفا بخشیده سرآمدان فوتبال را امید به نخستین پیروزی در یورو هدیه نمود، زمانی که ستاره بهترین دیدار هم هری ماگوایر اعتراف کردید. بازی منتخب اوکراین باشد پیروزی نابهنگامی پرتغالی ها را در یورو 2016 به یاد می آورد، چرا که محض دسته رونالدو همان زمان به زور از گروه برآمد و سپس مسافه ها را با دسترسی ستاره مقصود عبور کرده بود. اوکراینی های پرشرف هم در آخرین فرصت ها از گروه برآمدند و همکنون با شکست‌دهی شوئدهای با انتظام به نخستین مراتب شرکت تیم خویش را در مرحله چهارک نهایی یورو تأمین نمودند. با کل این شگفتی های دادری بیگانه شده روسیه هم گل ارتیوم دوویک در دقیقه 121 دیدار سببگار شد. رقابت بین حملگری شوئدی اوکراینی در ورزشگاه خمدن پارک واقعا هم شدید و جالب صورت گرفت که سرشار از بازی هجومکارانه و ضربه های خطرناک جانبی دروازه ها ادامه یافت. در نیمه اولی رقابت میتوان فعالانکی اندری یارمالنکو و اندری یارمچوک را از یک طرف و بازی سرعتناک الکساندر ایساک و دیان کولوسیفسکی را از جانب دیگر قید نمود. گل نخستی بازی را باشد الکساندر زینچنکو با یاری یارمالنکو در دقیقه 27 به ثمر رسانید، ولی شوئدها نیز با فشارآوری خاصه تا انجام نیمه اول حساب را با کمک امیل فورسبرگ برابر نمودند. از نتیجه مساوی تا آخری بازی دسته ها را به 30 دقیقه دیگر به میدان آورد که از همین جا کلی چیز معلوم شد. نخست در دقیقه 99 مارکوس دانیلسون از برای قاعده ویرانکنی دغل نسبت ارتیوم بسیدین از میدان رانده شده، سپس با استفاده از برتریت شماروی در میدان شاگردان شفچنکو را اخیراً گل ارتیوم دوویک در دقیقه 121 به مرحله چهارک نهایی یورو برآورد. بهترین چهره این رقابت باشد از برای گل ارزشمند و پرتافت گل‌آور ناتکرار بازیگر من سیتی الکساندر زینچنکو دانسته شد. همین طریق پس از انجام کلی بازی های مرحله هشتک نهایی در مرحله چهارک نهایی شویتزاری ها با اسپانی ها سر به سر می شوند و بلژیک و ایتالیا بازی نهایت مشکل خواهند گذراند، در حالی که چخ ها و دانیگی ها از برای نیمه نهایی دست به گریبان می شوند و اوکراینی های تاریخ ساز با سرآمدان فوتبال در میدان به جنگ می آیند. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشید.